خب سلام به همگی، حالتون چطوره؟ قراره تو این ویدیو چند تا جملات جالب و انگلیسی رو با هم معنی کنیم که هم زبانمون خوب بشه و هم یه چیزی دور هم یاد بگیریم. این ویدیو با بیشتر ویدیوها فرق داره و در این ویدیو دایی عزیزم هم اینجا کنارمه. منم به همه مخاطبین این کانال سلام میکنم. امیدوارم امروز بتونیم مطالب آموزنده رو یاد بگیریم در کنار هم و البته به نظر من مهمتر از یاد گرفتن به کار بردنه و بتونیم تو زندگیمون به کار ببریم. خوشحالم که تو این کانال هستم، مهمون محمد طاهای عزیز. قبل از هر چیز لطفاً با لایک و سابسکرایباتون از ما حمایت کنید. دیگه وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. تو یکی از کانال‌های آموزش زبان انگلیسی چند تا جمله دیدم که به نظرم اومد با همدیگه مرورشون کنیم و بتونیم حالا ازشون یه سری نکات رو در بیاریم و به کار ببریم تو زندگیمون. خب بریم جمله رو هم بخونیم و راجبش که هم صحبت کنیم. شما هم اگر نظری دارید در مورد این میتونید تو کامنت ها با ما در اشتراک بذارید که خوشحال خواهیم شد از خوندن نظرات شما. راستی لینک کانال هم تو کامنت ها براتون میذاریم. خب جمله اینه: When life knocks you down, roll over, lay and watch the stars. خب حالا معنیش هم اینه: وقتی زندگی زمینت میزنه برگرد، دراز بکش و ستاره ها رو تماشا کن. بچه‌ها منظورش اینه که آدم باید توی لحظه زندگیش، حتی تو سخت‌ترین لحظات، وقتی اون پایینه، وقتی شکست خورده، باید استفاده کنه در جهت لذت بردن از زندگی. یعنی ما تایممون کوتاه تو این زندگی و باید در تک تک لحظات بیشترین استفاده رو بکنیم. حتی اگر اون پایینیم، حتی اگر زمین خوردیم، حتی اگر شکست خوردیم، باید تو هر موقعیتی که هستیم نکات مثبت رو ببینیم و لذت ببریم از زندگی. به امید رسیدن روزهای بهتر باید حتی در موقع شکستم اول تجربه کنیم، درس بگیریم و بعد لذت ببریم، به جای اینکه افسرده بشیم و شکست رو بپذیریم و متوقف بشیم. خب حالا جمله بعدی: You can't control everything. Sometimes you just need to relax and have faith things will work out. Let go a little and let life happen. تو نمیتونی همه چیز رو کنترل کنی. گاهی باید یکم ریلکس کنی و ایمان داشته باشی که همه چیز درست میشه. یکم رها کن و بذار زندگی اتفاق بیفته. بچه‌ها اینجا منظورش اینه که ما بعضی چیزا تو زندگیمون انتخاب ما نیست و دست ما خارجه و خدا برامون تصمیم گرفته. مثلا ما نمیتونیم تعیین کنیم که کجا به دنیا بیاییم. اون برامون تعیین کرده که کجا به دنیا بیاییم، تو کدوم شهر به دنیا بیاییم، تو چه خانواده‌ای به دنیا بیاییم. خانواده مثلا فقیر یا خانواده ثروتمند. دست ما نیست که جنسیتمون چی باشه. دست ما نیست که خیلی چیزا دست ما نیست. خیلی چیزا از طریق ژنتیک به ما منتقل میشه. مثلا این که ما درونگرا هستیم یا برونگرا، خیلیش از طریق ژنتیک به ما منتقل میشه. این که ما آدم شادی هستیم یا آدم ناراحتی هستیم 50% از طریق ژنتیک به ما منتقل میشه. 50% دیگه‌ش هم ما میتونیم البته رو خودمون کار کنیم و حالمون رو بهتر کنیم. منظور اینه که ما باید زیاد حساسیت به خرج ندیم در جهت اینکه خودمون رو ناراحت کنیم. یعنی زیاد بعضی چیزا رو باید ول کرد و ایمان داشت به خدا که حتما واسه من خوب بوده که این حالت رو برای من به وجود آورده. چون بعضی چیزا رو ما نمیبینیم و نمیدونیم و بعدها میفهمیم که این حالت خوبی بوده که خدا برای من به وجود آورده. مثل یه مادری که بچه‌شو برمی‌داره میبره درمانگاه، دکتر و مثلا برای بچه‌ش آمپول میزنه. آمپول مثلا پیشگیری از
فلج اطفال میزنه، پیشگیری از کوزاز میزنه. خب بچه وقتی آمپول میره تو دستش درد میکشه، گریه میکنه، مادرش هم از این حالت ناراحت میشه دیدن گریه و درد بچه. ولی چون میدونه که بعد از این درد و گریه یه خوبی به این بچه میرسه، مثلا پیشگیری میشه از اون بیماری ها، حاضر میشه این درد رو در واقع تقدیم کنه به بچه، چون میدونه بعدش اتفاقای خوب میفته. حالا نگاه ما هم باید نسبت به نکات منفی، چیزهای بد، چیزهای دردآوری که تو زندگی ما اتفاق میفته باید اینجوری باشه که حتما خدا این درد رو تو زندگی ما گذاشته برای پیشگیری از یه درد بزرگتره و ایمان داشته باشیم به کارهای خدا، زیاد سخت نگیریم، فقط از نکات مثبت رو ببینیم و لذت ببریم از این تایم کوتاهی که تو زندگی در اختیار ماست و تضمینی هم نیست که فردایی باشه و باید مثل اون بچه‌ای که خودشو با اطمینان خاطر و با لذت در آغوش مادر ول میکنه، ما هم باید خودمون رو در آغوش خدا ول بکنیم و لذت ببریم و ایمان داشته باشیم که در آینده وضع و اوضاع بهتر و بهتر میشه. حالا اگرم نشه حداقل این ایمانه باعث میشه حالمون خراب نشه. البته تن دادن به این سختی ها تو زندگی راحت نیست. امیدوارم که هممون بتونیم به این ایمان برسیم. در آخر با یک شعر از حافظ از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفاً چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی. خب ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو تماشا کردید و اگر خوشتون اومد لایک فراموش نشه، ممنون. و اگر میخواید پارت 2 رو بسازیم توی کامنت ها بنویسید پارت 2. خب لینک اون کانالی که گفتیم و قراره براتون توی کامنت ها بذارم و همچنین در کنار کانال تلگرام و روبیکای خودم. مرسی که تا اینجا تماشا کردید، امیدوارم لذت برده باشید. خدا نگهدار.